الله شما را حفظ کنه در پناهش از بلاهای زمینی و آسمانی و آمین. علمتان زیاده گرداند. استاد عزیز، در مورد زکات یکی از برنامه‌های خیلی پیش در یک نفر سوال داد در مورد مگزین هایی که به نرخ فروش و که خرید سوال دادن شما را. شما یک جواب کوتاه گفتید که به نرخ فروش و امروز اگر وقتتون باشد یک کمتر با دلیل ها میگفتید، چون که در فدراسیون روسیه تاجیکای ما خیلی زیاد مقصد مگزین های لباسه خیلی زیاد دارند و اکثریت آنها رو ما میپرسیم، اکثریت سالها از نرخ خرید بازار، یعنی که آنها حساب کتاب کردن میفروشن. این دلیل ها رو ما از چند کس دیگر هم پرسیدیم، چند تا عالم دیگر هم، اونها گفتن که از فروش دهید و وقتی که ما به این دلیل ها قطعی پیشنهاد کردیم صاحب مگزین ها ده، اونها گفتن که مقصد ما این بار مثال یک لباس 500 روبل هست گرفتگیم 1000 روبل میفروشیم و این ما کی میفروشیم نامعلوم، شاید یک ماه پس سوختار شود، شاید یک ماه پس وضعیت روسیه ناخوب شود، این در 200 روبل هم هیچ کنه نمیخره. مثلا این خیلی دلیل ها قطعی ما رفتن که ما فقط خرید قطعی میتیم و اگر دلیل های برای فروش باشه میگفته بسیار خوب میشه استاد عزیز. خب دلیل اولش این که پیامبر صلی الله علیه و آله همین خیلی زکات برورتون که بر نفع فقیران باشد گفتن. این یک، ما اگر به فایده به نرخ فروش حساب کنیم به نفع فقیرها هست یا به نرخ خرید، یعنی به نرخ فروش حساب کنیم به فایده فقیرها هست. یک ثانی این نقش مهم نمیبازد، بسیار فرق نمی کند از عموم مال زکات ها فرق نمی کند. این یک. دویمش در صورتی همین آدم مفلس شدنش بانکرات شدنش هم شریعت به نرخ فروش زکات میده. مثلا همین لباس 100 سامانی خریده آمد 80 فروخته ایستاده است به 20 سامان به ضررش، ما میگیم که از 20 سامان از همون 80 سامان زکاته. در این حالت عدالت میشه. وقتی که ما از نرخ فروش چه میگوییم، از نرخ خرید اگر تگوییم 100 خریده باشد و 80 فروخته باشد از نرخ 100 دادنش نکن، در این حالت ظلم میشه. شریعت هیچگاه به ظلم امر نکرده است. و مثلا همین کاستوم به 100 خریدگی است، احتمال است که 120 فروشد، احتمال است که 110 فروشد، یعنی از 110 تا 120 میفروشه. خودش میداند که غالبا به چقدر نرخ فروخته میشد، اینا تجربه دارن، حسابی میانش حساب میکنه 115. و اگر خانهش سوز از بارش سوز از سال آینده رسیه خارج کند، سال آیندهش بعد زکات نمیتید چون که پولش کم شد. شما امسال زکاتتون رو برورید تا اینکه اون بلا نبیاد به سرتون. بلای ناآمدگی برای چی شما پیشکی به نظر گرفته زکات از حساب زکات حالی بلای ناآمدگی برآورده است؟ شما نترسید از کم بغلی، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، از اون صاحب عرش، از اون ذات غنی و کریم نترس از کم بغل شدن. در راه وی برار امروز به تو داده است، فردا و از وی نترس وی میدهد. با اگر ترسیدید کسی که زکاتش ندهد ما مجبور کنه نمیتونیم. زکاتش نتیاد الله تعالی و مالی کم بغل است. کدام مالی که حدیث است مال زکات در بین اون دارد و این مالهای فساد میکنه، یعنی یا پمیداری تاسیدگی و پوسیدگی در بین پمیدارای تازه باشد دیگر پمیدارای ویران میکند که مال زکات هم اگر برآورده نشود دیگر مالهای ویران میکند، چون که مال حقی کم بغل است. مشتکا فقیر الا من تقصیر غنی، یک کم بغل اگر شکایت کند خواه به سوی الله خواه به سوی خلقش، مگر هم کمبودی بای ما در اینجا میبینیم. عیبی بای است که این کم بغل شکایت دارد. اگر بای ها و زکات هاشون در وقتش موافق شریعت ادا کنند، کم بغل ها یک سال آینده شکایت نمیکنند، یک سال آینده زندگیشان خوب میشه. بنابراین برادر عزیز همین دلیل ها و تکیه کرده علما رحمت الله علیه بیان کردن که به نرخ فروش میتید، به نرخ فروش اون بعد یک ماه فروخته میشد، بعد یک سال فروخته میشد. المهم چیزایی که در مدت یک سال فروخته میشد حساب میکنن. اما مال هایی که فروختنش دیر است، مثلا یک زمینی 10 هکتاره دارد برای فروش و این نرخش 1 میلیون دلار است و خریدار ممکن امسال نفروشید، بله این خیلی مال های کلانه به قول طایفه از علما صبر میکنید زکاتش تا روزی که فروخته، چون که ممکن است که 3 سال فروخته نمیتونید، بعد 3 سال میفروشید یک بار زکات میدید وقتی که پولی نقد به دستتون گرفتید. اما این مال های معده که در مدت 1 سال فروخته میشد همیشه در سکلت چی که باشه حساب میکنید به نرخ معتدل فروش.
مثلا به نرخ 120 هم میفروشید، به نرخ 110 هم میفروشید. از 110 میدونید که ارزان نمیفروشید، 115 میانش حساب میکنید پولای جامعه. اگر 120 حساب کنید هم خوب است، برای فایده فقیرها نقشی مهم نمی. باز از زکات 2.5 فایز است. بگذار مالتون اگر $100,000 شودم $2,500 میتید، 97,500 دارید، اون 97,500 و 100 فرق کلا ندارد، هیچ گپی ندارد، مالتون زیاد میشه.